گل نرگس زیبا و خوشبو به روستای صفی‌آباد در بخش مرکزی ابرکوه رفتیم، جایی که آقای دهقان و خانواده‌اش چند سالیه که کاشت گل نرگس رو شروع کردن. ما صبح ساعت 8:30 میایم تا 2 بعد از ظهر و حس حال خوبی داره برای هممون. سطح زیر کشت گل نرگس در شهرستان ابرکوه بالغ بر 20,000 متر مربع است. فصل برداشت این گل در این شهرستان از اواخر آبان ماه هستش تا پایان بهمن ماه. موقعیت جغرافیایی و خاک مرغوب این شهرستان باعث شده تا این محصول کیفیت بسیار خوبی هم داشته باشه. واقعاً توی ایران بی‌نظیره از نظر عطر، بو و ماندگاری. کم آبخواه و پرسود. با توجه به میزان آبی که من اینجا مصرف کردم واقعاً قابل وصف نیست از نظر درآمد. محصولی که اگر حمایت بشه اشتغال خوبی رو تو منطقه میتونه به دنبال داشته باشه. اگر مسئولین برای آبیاری، مخصوصاً آبیاری تحت فشار، استخر و لوله کشی، همه اینا باز هم ادامه بدن این همکاریشونو که ما بتونیم انشالله این محصول اینجا جا بندازیم. امیدواریم که با رایزنی هایی که با شرکت آب منطقه‌ای میشه در این خصوص بتونیم یک کمکی به کشاورزا بکنیم. دست شما درد نکنه، الهی که پربرکت باشید. و اما میزان برداشت این محصول در هر متر مربع حدود 150 شاخه گل نرگسه. سید هاشم حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای صفی‌آباد، دهستان فراغه، ابرکوه.